بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش دستگاه شیرین و تخم‌زن دستی. خیلی ساده است. اینو می‌ذاریم داخل این پمپو، می‌ذاریم داخل این، می‌ذاریم اینجا و البته کلیپش می‌کنیم. کلیپ که شد، خیلی کلیپ منظم و مرتب. بعدش اینو باز می‌کنیم. اضافه رو باز می‌کنیم. سریع تخم‌زن رو می‌ذاریم روش. حتی قبلش باید این استوپه برای اینکه کلیپ میکنه شیشه رو نشکنه. یعنی استوپ رو ما همیشه باید تنظیم کنیم که وقتی کلیپ میکنه تو شیشه رو نشکنه، یعنی فشار بیش از حد وارد نکنه. این قابل تنظیمه. وقتی میخوایم تخم‌زن رو در واقع استفاده کنیم و اینو تا اونجا که امکان داره بدیمش بالا، حداقل 2-3 سانتی بدیمش بالا، در واقع دیگه این استوپه مزاحم تخم زدنمون نشه. تخم‌زن رو میذاریم اینجا، خودمون در واقع توقش یا همون رینگش رو میذاریم و در واقع توق رو وارد میکنیم. میتونیم هم شیشه رو کلا کلیپاش انجام بدیم، بعد یه بارم توقاش رو بزنیم. فقط چیزی که باید در نظر داشته باشید اینه که این هزار خانه که در واقع داخلش قرار میگیره، این قسمت استوپش قابل تنظیمه. این داخل استوپش قابل تنظیمه. این استوپش تقریبا باید انتهای والو بزنه. یه نیم میل بالا پایین تر، حالا بستگی به نوع شیشه هم داره. این خود این استوپ هم بالا یه دونه پیچ مغزی داره که پیچ مغزی باز کنی یه پیشگوشتی خور داره، یا با انگشت یا با اون پیشگوشتی اینو قابل تنظیمه. اینو تنظیمش میکنیم که در واقع بیاد انتهای پمپ اتکلون رو بزنه. در واقع اینو تنظیمش کردیم، اینجا میبندیم و سفتش کردیم. اینم بس گفتم این برای استوپ در واقع رینگ استوپ والوه، یعنی دیگه بیش از حد به شیشه فشار نیاره. وقتی که ما در واقع کلیپ می‌کنیم بعد تنظیمش کنیم که دیگه به شیشه فشار نیاره. این استوپ رو باز می‌کنیم تا اینجا، تا هر جا که نیازه. بعد در آخر باید این مهره رو صفر کنیم که این دیگه از جاش تکون نخوره. شما این برش هم 2 تا پیچ داره، یکی برای این قسمته، یکی هم برای این قسمته. شما بر اساس ارتفاع شیشه اتکلونتون میتونید اینا رو تغییر بدید که اگه شیشه‌هاتون بلندتر بود اینو میتونید برید بالاتر که هم کلیپش کنید هم توقش رو بزنید. حالا اگه فقط کلیم بخواید استفاده کنید که میتونیم انتها بذاریمش بالا که همه شیشه‌ها رو جواب میده. اما اگه بخوایم هم کلیم رو بزنیم هم توقش رو بزنیم، میتونید دو تا رو تنظیم کنیم بیاریمش بالا و پایین و این تنظیمش کنیم که بیاریم بالا پایین که شیشه‌های مختلف رو بتونیم کلیمشون کنیم و توقش رو بزنیم.